سلام علیکم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. چقدر خوب برگشتید با یه ویدیوی دیگه با من سینا. پریسا هستم. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. خیلی خوش برگشتید. بریم سراغ زاکر جان و ادامه اون چت زیبایی که داشت با دوستان ایرانی. خیلی مثل این که لذت بردید، ما که بی نهایت لذت بریم. امیدوارم تا انتها با ما همراه باشید. حتما لایک ویدیو رو بزنید، سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دمتون خیلی گرم. قراره کلی گپای قشنگ بزنیم تا انتها با ما همراه باشید. بابای عارف بود. بعد از بابای عارف بریم ادامه کارو داشته باشیم. منو بشناسه فشار کن. زنده باشی. خیلی عالی. سلامت باشی. خوب بود. عالی زاکر. عالی باشه. ما در سلامت خدمت. باشی. زنده باشی. داداش ساده و مهربون عارف بودن. ندارم. سلام علیکم. به. خوبی؟ ممنون، سلامت باشید. شما اهل کجا؟ تاجیکستان. تاجیکستان. گیتار میزنید؟ آره. کجا رو به دیدی؟ بسیار عالی. برامون یه ترانه میزنی؟ بله. آره یک چه آهنگ چیزاش آدم خوب. یک آهنگی ایرانی میخونم، شما بگین ایرانی رو خوب میخونم یا اینکه نه. اوکی؟ اوکی، فقط یه لحظه من بیشک که خوب میخونی. از خواب برگشتم به تنهایی، گل میزنم از صبح زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم دنیا را با چشم تو میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشه میمیره، عشقی که تو دست تو گل داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویاتو میبافی، با دست من موهاتو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماها قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم. احمدی چه حرکتی زد باز با خیلی، گیتارش آره. تو ریتم زدن. بعد یه اوجی رفت که اصلا توی موزیک اصلیش همچین اوجی نداره و خیلی قشنگ و تمیز یه اجرا موزیک کرد. جدیدم داده که به ما پیشنهاد کردیم اون رو ریاکشن کنیم. حتما. ورژن آکوستیک با گیتار هم مثل این که اون کار رو انجام داده. زاکر چه کرده؟ خیلی خوبه کارش. کن یک بار ماها قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارون و تو چشمتو میبینم، عیبی نداره چشماتو بکن، عیبی نداره باز غمگینم، بازی نکن با قلب داغونم، من آخرین بازی رو میدونم، حیفه اگه از هم جدا بشیم، من خیلی وقت با تو هم خونم. خوب بود؟ عالی بود. فوق‌العاده. عالی بود، عالی. مرسی. تشکر. شما خواهش میکنم، شما اهل کجا هستید گفتین؟ تاجیکستان میدونین؟ شما افغانی هستید؟ نه، صداش من داره قطع از و بس تاجیکستان هستم. تاجیکستان دیگر دولت هست، همسایه افغانستان است. ما نیز فارسی حرف میزنیم، آریایی هستیم. زنده باد. ایول، آفرین. ایران اومدین شما؟ نه من ایران نبودم. شما در یوتیوب یا که در گوگل سرچ کنین تاجیکستان بزنین، میبراید فرهنگ ما نیز همه چیزهایی که در ایران هست با تاجیکستان یک هستن. میتونم پیج این استاتون رو داشته باشم؟ اینجا می نویسم، شما بگیرید. بنویس اینجا. شما الان گیتار میزنید؟ گیتار میزنم، آهنگ میخونم. چند سالته؟ 24. بعد دیگه چه عزیزم. آهنگ ایرانی مثلا بلد هستی؟ از هر کی گوش چی میدی بخوای. بیشتر؟ من فکر کنم بالای مثلا 1000 تا آهنگ ایرانی رو هم فقط بلده بزنه. خیلی سخت. خیلی متنوع ازش میشه. بعد از هنرمندان متنوع میتونه بخونه و این قشنگه. آره، حالا میخوام ببینم دختر قشنگمون چی انتخاب میکنه. میدونم شما چی رو قشنگتر میخونی. همه چیه. شما بگین از کی گوش میدین؟ اگه بدونم میخونم از همون آهنگ. گرشا رضایی بلدی؟ اوه. گرشا رضایی. آرومم کن آخه بی‌تاب دلم، لب ساحل شبم خواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته
دریا 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 من با تمام دردام آرزو میکنم کاش که دوباره فردا عشقمو ببینم. خوش سوالت که صدای خامت انقدر قشنگه. آره، یعنی بدون خدایی. تنظیم، بدون اینکه توی مثلا چی شد؟ احساساتی شدی؟ چرا؟ دریا که فوت کرد کلا این آهنگه رو گوش میکرده. آره ما یه دوست عزیزی داشتیم که بینمون نیست، اسمش دریا. ای بابا لذت ببر از صدای زاکر. آره خدایی. کنار موجا براش دست بزن. من گوشی دستم دست بزن. تشکر زیاد. حسش خوبه. چقدرم با ادب دخترم. اسمتون چیه؟ سلامت باشید. من اسمم شیوا هست. اینم دوستم تاها هم کلاسیم هست. تاها عزیزم. هم تاها دانشگاهی. تاها شیوا زنده باشی. قصد ازدواج ندارید نه؟ حالا نه. عشق چه پیشنهادی داد. الان زوده 24 سالته. آقای زوکی بودی درسته؟ زاکی بگین. آره آخه قطع داشت شد. وصلت انجام میداد. اصلا خیلی ارتباط این بعضی موقع بیشتر اصلا از با نگاه ها میشه بفهمی حس آدم ها. آره. یه حس خوبی بینشون شکل گرفته. حالا زاکر که کارش اینه میاد تو این فضا خیلی مردمیه، آره. ولی اون خواهرمون قشنگ عاشق شد. خواننده ای؟ اوا یه دهم بخون. چرا اینجوری هن وضعیه؟ بخونم. ابی ابی از دست من میری، از دست تو میرم، تا زنده میمونی منم که میمیرم، تا رفتی از پیشم دنیا غم برداشت ما ازش با هم تفاوت داشت. این آخرین باره یه استوپ جدید داد به ساز خیلی زدن. قشنگ بود کاره. آره تازه نوت نمیزنه، یعنی بیشتر سعی میکنه با آکورد زدن فقط ریتم رو بگیره که بتونه صداشو برسونه. ولی فکر میکنم در گیتار نوازی هم جداگانه یک هنر جداگانه‌ای داره. آره. به جز آکورد، یعنی میتونه تقسیم بزنه و اون تخصصیه آره. کارش. حرکتش خیلی خفن بود. خیلی. این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه، این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه. عاقل شو دیوونه. خیلی صدای قشنگ. تشکر زیاد. دیگه تاهای دیگه. ولی این شیوا نیست. کریم خسته نباشی. مرسی. عالی بود. تشکر زیاد. من از تاجیکستان هستم. تاجیکستان رو میدونی؟ دادم به تاجیکستان؟ آره. آها خب به سلامتی. اسمتون چیه داداش؟ من داداش متین. دیدی متینشونه؟ اسم این خانم چی؟ زهرا. کی؟ زهرا. زهرا متین. زنده باشین. سلامت باش. مرسی برامون خوندی. تشکر زیاد. سلام علیکم. خواستم بگم هیچ که ازش تشکر تو کرد اول اون پسره. آره گفتمت گرم خوب بود ولی خب چیز دیگه فازشون جالب بود اینا. آره. نه به اون یکی که انقدر هیجان ذوق شما ازدواج کردی؟ الان زوده. نه اینا که اصلا چند تا آقاهن هم خیلی حال میکنن. آره. یه چیز باحال میپرونن مثلا. داداشی گفتم خوبی سلامتی؟ خوب این داداش سلامتی خوبه کار برو زور. خدا شاهد است
همه جا میپالیدمت، همه جا با دخترها، کم. اصلا همه لایفات همه برنامات رو دیدم. زنده این باشین. چیزی که ببخشید باز استاپ میکنم، این چیزی که این دوستمون میگه من همون حسه رو نسبت به ویدیوهای چت رولت میگه خودش، حالا یعنی این مینی چت های چیز بله. دارم هر موقع حالم میخوام خوب بشه، یعنی واقعا واقعی از ته دل حال آدمو خوب میکنه ویدیوهاشون. درسته. به خصوص زاکر، حالا خیلی فکر کنم 5 6 تا هنرمند داره تاجیکستان که همه تو این زمینه کار میکنن. از تاجیکستان هستی نه؟ آره آره لالا. خب خوب انشالله. خدا باش. شما از کجا هستی؟ ما از افغانستان هستیم، فعلا ایران زندگی میکنیم، اینجا ایران هستیم. زنده باشی خدا اکا جان. قوت. سلامت باشی. آهنگاتون همه جا خدا شاهد است، در لایفاتم باشم میشنویم. اینجا داداشی مال از ریرم هم برای شما میخوانه. تمام. چقدر خوشحال شد، اونم خوابه اونجا. زنده آره، باشی. خوابیده. از کجای افغانستان برادر؟ من از مزار شریف. مزار شریف. زنده باشی نظر اکا جان. زیبا. خب چی سرود بخونم اکا؟ مردمونه گل. تمام. چکی چکی بارانی با شیرین است در به دیلم خنجر زدن بر سینه جدا کردن ما را مهینم تقدیرم همین است چرا ای چرا چکی چکی بارانی با شیرین است دریا دارم تو رو چه حسی گرفته. آره بعد دقت کردن که اون لالامون که خواب بود و بیدار کردن بشینه پای کار و هنوز داره چرت میزنه ولی داره لذت عشق میبره. میکنه. یه خوابی ولی تو چهرهشه ببینید. نباشین داداشای گلم. باری کلا زاکر. بچه آهنگی انتخاب سلامت کرد. باشی. سلام علیکم. دوستشون نخواه. سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی داداش؟ امور داداش. چی خبره او؟ خبر خیلی سلامتی هستیم. بچه کجا هستی؟ چه آهنگ بزن حال کنیم. ما تاجیکی؟ آره. دیدی از کجا می‌شناسه. فهمیدی؟ تاجیک کجا میشه؟ تاجیکستان میشه. از لهجت. لهجه خوبی داری. داش یوتیوبری؟ خواننده هم داداش ولی یوتیوب هم میگیرم ریکارد میکنم. خب اینو بخون ببین. بخون، فیس بزن. یک آهنگ ایرانی میخونم ببینید در وقت خوندن لهجه دارم یا اینکه نه. اوکی؟ ای خدا. الله بخون. اصلا اون لهجه شیرین میکنه کارو. آره، ما خیلی مهم وقتا مثلا از نیست. هنرمندان تاجیکستان، هنرمندان افغانستان بازخوانیایی میشنویم که مثلا آهنگایی که مال آره. مثلا خواننده‌های ایرانی خیلی شیرین لذت میشه. میبری. خیلی قشنگ لذت. میشه. یا مثلا آهنگایی رو انتخاب کنن دیدم که مثلا مثل سیما بینا که حالا مثلا از آره. محلی و موسیقی‌های محلی افغانستان استفاده خیلی قشنگه. ملا محمد جانشون خیلی ترکیب خیلی زیباست. ولی میخواستم یه چیزی هم به زاکر بگم، کمکاره در یوتیوب. بخاطر همین گفت یوتیوبر نیستم، یعنی بیشتر خواننده‌ام. تو یوتیوبر خوبی است. با من از عشقت حرف نزن برای غم رو پس نزن به قلب خستم دست نزن وای نزن دیگه. عقم تو واکن عقم به چهرت نسکن گریه به چشمات نمیاد دروغ حرفات زندگی ما دادی به با بنازم عالی بود. عالی. زنده باشی. تشکر زیاد. داش آیدیو به داشته باشیم، آیدی یوتیوب کانال. اوکی اینجا ببینی میبینی. فیلمو یوتیوب میذاری؟ آره خیلی لبخند دوستمو خیلی زدی. دوست داره بره یوتیوب. تمام. ارادت داداش. خداحافظ شب خوش قربونت. داشته باشی. قربونت همچنین. سلام علیکم. چطوری سلطان؟ خوبی داداش؟ اوه. قربونت برم. میگیری ویدیو میگیری؟ آره بگی بذار ببینیم چی میزنم. من خیلی خوبه. چرا چیزه دوستمون وای بچه خدایا. باحالیه، خیلی هایه، خیلی بالاست. اینا که یه جوریان خیلی معلومه که خودشون نیستن اکتر. وای من خندم یه جوری انگار میگیره. مثلا طرف فیک میشه دیگه، میشه؟ فیگور میاد. ولی خب یه گیتار رو کاراکترش. دیدی دیگه، میدونی داره ویدیو میگیره. یه بار دیگه فقط میگیری ویدیو میگیری؟ انگار مثلا رئیس بگی استودیوه. بذار ببینیم چی میزنم. من درخواست بدم میزنی یا آها. چی؟ اگه بدونم میخوام. البته دستخواه. آره راست میگی. اگه بدونی خب چی بگم که بدونی.
یک خواننده رو بگو، از خواننده همین که فرامرز اصلانی که اخیراً فوت شد. به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، خزان عمرم رسید نوبهاره که هستی، میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره، میدونی دل اسیره تا بمیره، میدونی بدون تا دلم آروم نگیره، میدونی دل تنگ تا نموده آهنگ تا، ولی بیهوده پویم رهی بیهوده جویم، به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، خزان عمرم رسید نوبهاره که هستی. زنده باشی. خیلی متشکرم، مرسی از شما که اجرا کردی برام. تشکر. یه زحمتم بکش آیدی چنل تو بذار کم ببینم. اوکی. من از تاجیکستان هستم داداش. لهجه متوجه شدم. آره متوجه شدم فرق میکنه ولی نفهمیدم. من گفتم برای احتمالاً برادرای افغانستانیه. تاجیکستان. تاجیک‌ها زبونشون یکیه. تو حدودی میدونم که فارسی متوجه میشن. بله ما نیز فارسی حرف میزنیم، فقط لهجه‌مون یکم فرق میکنه. آریایی‌های دوست داشتنی. چیز ایرانیه تو یوتیوبت یا برای تاجیکیا فعالیت میکنه؟ برای همه فعالیت میکنه. یک فارسی زبانیم دیگه. چنل چند ملیتی، حتی فکر کنم روسی هم داره. حتی حالا میخونه یا نه رو نمیدونم، چون ما فقط اون بخشش که فارسی میخونه و دنبال میکنیم، ولی فکر کنم اینجوری هم داره. چیز ایرانیه تو یوتیوبت یا برای تاجیکیا فارسیه؟ اینو میخواست بگه. همه هستن ولی بیشتر تاجیکا هستن در اونجا. در اینستا همه ایرانی هستن. اینستا بیشتر آهنگای ایرانی میخونن. ایرانی هم طرفدار از افغانستان داره. ان شاءالله که هر کی میبینه منوالو میبینه ان شاءالله موفق باشه و خودت هم نباشین. بچهای تاجیکستان اونایی که منو میبینین حتما زاکیو دنبال کنین. خودش این صدایی که من داشتم باید دنبال کردن داره واقعا باید. بگو منم دنبال دیدی زود قضاوتش کردیم؟ قضاوت نکردیم. نه یعنی مثلا گفتیم فیگور. بچه اوایل خب قبل از ازدواج من و سینا هم سینا تلفنشو که برمی‌داشت الو پسر وقتی صبح از خواب پا میشن صداشون همینجوریه. درست حرف بزن مرد حسابی گنده شدی. حتی خودم تشکر بهتون. قربونت. دمت گرم. زنده باشی اکا جان. فعلا قربونت. مرسی. سلام علیکم. ای بچه در سلام دوقلو ان. شما دوقلو هستین؟ آره. نه این دوستن. آره. فقط دوقلو ان. داداش آهنگ میخونم. آره من از تاجیکستان هستم داداش. تاجیکستان رو میدونین؟ آره داشت میشناسم. کجاست؟ همسایه اونورتره. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هر کی تو را خواست یه روزی بد آورد برای دل من واسه جسم خستم منی که غرورو تو چشمات شکستم واسه من که برک سکار زمونه کسی نیست که قدر دلم را بدونه گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینه. باریکلا. رو محسن یگانه بیشتر کار کن فکر کنم چون تم صدات یه شباهتایی هم داره. زاکر رو میگم اصلانی رو هم که خوب خیلی قوی مثلا فرامرز اصلانی که روش شاد باشه که واقعا یکی از اون هنرمنده بود که ایرانیا که خیلی صداش خاص بود. صدای عجیب دورگه خشداری داشت که خیلی سخت. فوق‌العاده ای زاکر. خب شب خوش داشته. خداحافظ. شب خوبی داشته. دوستانی عزیز با همین چادلت که امروز ما با آخر رسید. تا ویدیو آینده را لایک اگر نمونده باشی حتما لایک بمون که این بسیار برای پیشایی ما کمک میکنه. سلامت باشید. دمت گرم. موفق تر باشید. هنرمند دوست داشتنی. برادر گل داداش دوست داشتنی که امیدواریم من خیلی دوست دارم که روی
استیج ببینمش هی. آره بتونه رو خیلی. استیج‌های مختلف بخونه و انشالله که کنسرت بهتره بذاره. ما هم بیایم اونجا کیفشو ببریم. دمتون گرم که مجدد پیشنهاد کردید زاکر جان عزیز با رو زاکر به روی زیاد چشم همراه گذاشتیم. خواهیم بود در چند ماه. آره چون اصلا همه هنرمندا رو اوکی آهنگاشون رو میخونه، یعنی فکر نمی کنم هیچ وقت شما خسته بشید از زاکر. لذت بردیم و کیف کردیم. امیدوارم شما هم لذت این دقایق رو برده باشید. قربون شکل ماهتون بشم، ماچ به کله هاتون تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.